زن چراغ پرنور خانواده. به زن خانه تاریک است. مرکز مهر، نماینده عشق، پاکی، نمونه محبت و دوستی و چشمه بخشش است. ما پدر داشتیم، مادر داشتیم، برادر داشتیم، نیستن. چیکار کنیم؟ چیکار میکنیم که جا خالی است؟ پیش از مرگش مادرم همراه هم بود. یک سوالش دادم: بچه جان، برای چی در خردسالی در طبق اول شیری تسبانه میریختین و مسکه میانداختین، باز یک چینی دوغ دیگر میانداختین؟ این چی معنا داشت؟ بعد خندیدن. گفتم پسرم حاضرم همینه نفهمیدی سیرش؟ گفتم نه. اگر همه شیره که شما را میدادم همراه برادر و خواهر و پدرتان، چی را من جروات میکردم، مسکه میکردم، روغن میکردم؟ سالا روغن کم بود؟ نبود. خب مهمان ما قبول میکردم، تحمل میکردم، فطیر مسکه میکردم. چخیل من از شکم شما کم کم میدوزیدم، صرفه میکردم، وای میکردم با همسایا. یک کس میامد، گوش کم بود، چاروا کم بود؟ نبود. همه نداشت. این مثل حاضر نبود. حالی گوشتم می فراوان چقدر می. من رئیس جمهور بودم. وقتی پهلوی مادرم میشتم، سخنایی که میکردن، لحظه های زندگی را به یاد می آوردیم. تمامی خستگی، کار، آرامی عصب من در نزد مادر می دیدم. در صحبتی او: مادراتان دوست دارید، پدراتان دوست دارید، عزت و احترام کنید. بعد ساعتش می رسد که دیگر نمی آبین، افسوس می کنید، دیگر سود ندارد. در زندگیشان طبابتشان کنید، خدمتشان را به جا بیارید. از این دنیا ناامید نمی روند، در سیر می شوند. با مقصدش وقتی پدر و مادر باید همون می روند. ما شما هم سرمانده آهن نمی گیریم. کردیم خدمت، فرزندان ما شما با ما شما خدمت میکنند. هیچگاه از خود رفتن در کار نیست. شاه است، امیر است، پیغمبر است، عالم است، ملا است، اشان است، شاعر است، نویسنده است، کسی نباشد صرف نظر از منصب از زیر دامان پاک مادر به دنیا آمده است. اگر مادر نمی بود، نه پیغمبر بود، نه پرزیدنت بود، نه امیر بود، نه شاه بود، نه ما و شما. ما به هنر و استعداد، کوشش و غیرت، قابلیت تشکیلاتچی و مهارت کاردانی مادران و بانوان عزیزمان تحسین خوانده باور داریم که آنها در آینده نیز در تطبیق سیاست دولت و حکومت کشور پیشرفت جامعه و آبادی وطن محبوبمان نقش شایسته خود را میگذارند. در آخر بار دیگر همه شما مادران مونس و غمخوار، بانوان خوشبخت و سربلند و دختران با غیرت و وطن دوست را به مناسبت روز مادر صمیمانه تبریک گفته به هر یک شما پیش از همه سلامتی، عمر درازی با برکت، روزگاری آباد، خوشبختی و اقبال نیک آرزو می نمایم. روز مادر مبارک مادران و بانوان عزیز.